پدر هر روز به خانه مست می آمد. همسرش مادری بچه ها را دشنام های گوش ناشنید می کرد. گاها به سری او دست می برداشت. هرچند دل پسر به مادرش می سوخت، اما یاری رسانده نمی توانست. خواهر و دادرش باشند، با شیوه خود پدرشان را نکوهش کرده یک نوع ناراضگی خود را اظهار می داشتند. حتی هفته ها با پدر ناگپ شده خود را از او کنار می گرفتند. ولی پسرک چون هر وقته گویا حادثه رخ نداده باشد، خدمت پدر را به جا می آورد. به خانه درآید، از جا می خیست و سلام می داد. به دستش آب می ریخت، گپش را به زمین نمی گذاشت. در لحظه های مستی و هوشیاری بهترین همصحبتش بود. در یکی از چنین روزها مرد شیرمست به خانه آمد و پرسید: می دانم که از مستی من و رنج های رساندم درد می کشی، اما چرا همانا مهربان و دلسوزی؟ مثل خواهرچه و دادرت از من دوری نمی جویی؟ پسرک چنین پاسخ داد: همصنف من پدر ندارد. وقتی که بچه ها صغیرش می گویند با الم گریه می کند. عذاب بی پدری او را از او شنیده دلم با او می سوزد. تقایش با او روز نشان نمی دهد. از این سبب پدر جان مست شوی هم، جنگ و جنجال کنی هم، دل ما را آزار دهی هم نمور. دشنام بده و در سری ما بمان. بعد این سخنان فرزند که تازه به 13 قدم نهاده بود، دل مرد سخت تکان خورد. گویا ترسکی آبداری برای او زدند. در یک آن مستیش از سر پرید. هوشیار شد. سرشار الم و خاری شدن دلش را به کسی نفهمانده اشک ناگهانی را زود از چشمش تازه کرد و در نزد خود قول داد که دیگر هرگز شراب نمی نوشد و سرابان حقیقی عائله خود می شود. و چنین هم شد.